چند تا بچه داری؟ یکی. کلن یکی؟ زنت خورده بقیه رو؟ خورده؟ چرا چرت و پرت میگی؟ پیش میاد بالاخره. من خودم قبلا یه زن داشتم، هر سری میزایید نصف بچه هامو میخورد. وای متاسفم، چه عجیب. آره البته شنیدم گربه ها بعضی وقتا بچه هاشونو میخورن، ولی خب آدم ها که این کار نمیکنن که. حالا واسه احتیاط این دفعه که زایید یواشکی بپا، مطمئنم چند تا بچه تو خورده تا حالا. نه مطمئنم که نخورده. آخه یه دونه بچه طبیعی نیست. ما یکی زیر 10 تا بزاد بهش میگیم نازا. مطمئنم یواشکی خورده بهت نگفته تک خورد. شب دارکی شد. چند تا بچه داری؟ یکی. کلن یکی؟ زنت خورده بقیه رو؟ خورده؟ چرا چرت و پرت میگی؟ پیش میاد بالاخره. من خودم قبلا یه زن داشتم، هر سری میزایید نصف بچه هامو میخورد. وای متاسفم، چه عجیب. آره البته شنیدم گربه ها بعضی وقتا بچه هاشونو میخورن، ولی خب آدم ها که این کار نمیکنن که. حالا واسه احتیاط این دفعه که زایید یواشکی بپا، مطمئنم چند تا بچه تو خورده تا حالا. نه مطمئنم که نخورده. آخه یه دونه بچه طبیعی نیست. ما یکی زیر 10 تا بزاد بهش میگیم نازا. مطمئنم یواشکی خورده بهت نگفته تک خورد. شب دارکی شد.